أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن تعذیب العبد والدابة والمرأة والولد لغیر سبب شرعی او زائد على قدر الادب. یعنی که باب در مسئله منع بودن شکنجه کردن کنیز و شکنجه کردن چارپا و شکنجه کردن و زدن زن و همچنین شکنجه کردن و زدن فرزند بدون سبب شرعی که منع می باشد، او زائد علی قدر الادب، یا زیاد از اندازه ادب زدن منع و ناجایز می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و چند حدیث را برای ما و شما تقدیم می کند که درسی گذشته ما و شما این باب را گرفتیم و تا حدیث 1604 کتاب ریاض الصالحین را درس گذشته ما و شما گرفتیم و درس امروزه امان از زیر حدیث 1605 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1605 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن هشام ابن حکیم ابن حزام رضی الله عنهما، یعنی که از هشام ابن حکیم ابن حزام رضی الله عنهما روایت است: انه مر بالشام على اناس من الانباط. هر آینه میگه همین هشام گذشت در شام به نزد مردمی که از انباط بودن، یعنی دهقانانی غیر عرب بودن، دهقانانی از عجم بودن. انباط یعنی که الفلاحون من العجمی، دهقانهای غیر عرب بودند. و قد اقیموا فی الشمس، پس واقعا میگه همین دهقانان غیر عرب نگاه داشته می شدن در زیر آفتاب، در زیر آفتاب تابان و در زیر آفتاب تسپان. میگه این دهقانان غیر عرب نگاه داشته می شدند. و صب علی رؤوسهم الزیت، و همچنین میگه ریخته شدگی بود بر بالای سر این دهقانان غیر عرب روغن، یعنی بر بالای سرشان روغن ریخته بودن. با همون سر روغنی در زیر آفتاب تسپان نگاهشان می داشتن. چرا این کار می کردن؟ تا اینکه عذاب دوچند شود، یعنی که روغن گرمی را به خودش جلب می کند، به خودش می کشد. پس این روغنی که به بالای سر اینها ریختگی بود گرمی آفتاب را دوچند می گردانید بر این دهقانان. فقال، پس میگه همین هشام ابن حکیم گفت که ما هذا، یعنی چیست اینها کی هستند، این چی کار کرده این که به این مصیبت گرفتارشان کرده اید؟ قیل، گفته شد براش، گفتن که یعذبون فی الخراج، یعنی که مجازات میشوند به خاطر خراج را ندادن، به خاطر پتن را نسپاریدن، یا به خاطر خراج زمین را ندادن. این دهقانان عذاب می شوند، مجازات می شوند. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمدگی است که میگه گفتن که حبسوا فی الجزیه، یعنی که حبس شدن به سبب جزیه، اندازه که باید می سپاریدن کافران بر دولت اسلامی، اینها اندازشون را، اون جزیهشون را نسپاریدن، به خاطر همون اینها عذاب شده ایستادند. فقال هشام،
پس هشام وقتی که این حالت را دید گفت که اشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، گفت گواهی میدهم حتما من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که رسول الله میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، یعنی الله جل جلاله عذاب میکند، شکنجه میکند کسانی را که اونها شکنجه میکنند مردم را در این دنیا. یعنی کسانی که در این دنیا خلق الله را، مردم را شکنجه میکنند، مردم را عذاب میدهند، الله جل جلاله این عذاب دهندگان را، این ظالمان را در روز قیامت عذابشان میکنند، عذابشان میدهد، مجازات سخت در گرفتارشان میکند. فدخل علی الامیری، پس میگه هشام ابن حکیم نزد امیر رفت، نزد امیر در آمد و فحدثه، پس این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای امیر گفت، این سخن رسول الله را به امیر رسانید. فامر بهم فخلوا، پس میگه امر کرد، امر داد این امیر، فخلوا، پس اینها را آزاد کردن، رهایشان کردن. این دهقانانی که یا این کسانی که در عذاب و شکنجه بودن، در زیر آفتاب تابان و آفتاب تسپان، بالای سرشون روغن ریخته عذاب میدیدند و عذاب میکشیدند، پس میگه بس اون امیر به سبب این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که هشام برای امیر رسانید، مردم را آزاد کرد، این مردم را آزادشان کرد و رهایشان کرد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این حدیث هم همچنین دلیل است که یعنی شکنجه کردنی کسی که در زیر دستت هست حرام و ناجایز است. اگر گناهی کرد باید به اندازه گناهش شکنجهش بکنی یا به اندازه گناهش بزنیدش، و از اون زیاد زدن و شکنجه کردن حرام و ناجایز می باشد. بعد از این میگوید که الانباط الفلاحون من العجم، یعنی انباط این دهقانان غیر عرب را میگویند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیثی 1605 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیثی 1606 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم حمارا موسوم الوجه، میگد که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید خر را که موسوم الوجه، یعنی داغ شدگی بود روی اون خر، روی اون خر را سوزانده بودند، داغ کرده بودند. فانکر ذلک، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نپسندید و قبول نکرد و زیش دانست این عمل را، یعنی سوزاندن روی حیوان را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه زیشت شمارید، بد شمارید. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که والله لا اسمه الا اقصى شيئا من الوجه و امر بحماره فکوی فی جاعرتیه. پس میگه رسول الله گفتن که والله، گفتن قسم به ذات پاکی، لا اسمه، یعنی که من حیوان را داغ نمی کنم، حیوان را داغ نمی کنم الا اقصى شیء من الوجه، مگر اینکه دورترین جای از رویش را،
یعنی اگر داغ کردنی هم شدیم، علامت در بدن حیوان گذاشتنی هم شدیم، باید کوشش کنیم دورترین جا و رویش را علامت گذاری کنیم، یا که همون آهن و آن چیزی تسپان رو در اونجا علامت بگذاریم و در بدن حیوان بچسبانیم. و امر بحماره، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن که خرش را بیارد. پس خری رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگه آوردن. فکویا فی جاعرتیه، پس میگه داغ کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاعرتینش را، یعنی دو ران قفای پای خرش را، یعنی که از رو دورترین برای حیوان از بدنش این دو پای قفای ران پای قفای اون حیوان می باشد. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همون دو قفای پای یا ران پای قفای اون حیوان را، اون خرش را داغ کرد، علامت گذاری کرد. فهو اول من کول الجاعرتین، پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین کسی بود که داغ کرد دو ران پای قفای حیوان را. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه اولین کسی بود که این عمل را انجام داد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. و امام نووی رحمه الله میگوید الجاعرتانی، یعنی معنای جاعرتان چی است؟ میگن ناحیت الوریکین حول الدبری، یعنی که اطراف دو ران پای که در اطراف مقعدش است، یعنی دو پای قفای حیوان، دو پای قفای حیوان، انا همین را میگویند جاعرتان. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همون دو پای قفای خرش را داغ کرد و علامت گذاری کرد. پس این حدیث دلیل است برای جایز بودنی سوزاندن، یعنی که داغ کردن حیوان، علامت گذاشتن حیوان، اما نه در رویش، بلکه در از رو چقدر دورتر باشد. اگر در دوران پای قفاش باشد افضل و خوبتر، یا در دوران پایهای پیش هم باشد. خلاصه در روش نباید علامت گذاری کرد و در رویش را نباید سوزانید. پس این حدیث دلیل است برای جایز بودن علامت گذاشتن حیوان. این بود حدیث 1606 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1607 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم مر علیه حمار، میگه گذشت به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خری قد وسم فی وجهه، اون خر میگه داغ شدگی بود رویش، یعنی که آهن تصفان را یا روی اون خر را سوزانده بودن، علامت گذاری کرده بودن به آتش یا به آهن تسپان. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لعن الله الذی وسمه، یعنی لعنت الله بر کسی که این خر را داغ کردهش رویش را. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. و فی روایت لمسلم ایضا، یعنی در یک روایت دیگری در صحیح مسلم آمدگی است همچنین که میگن نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الضرب فی الوجه و عن الوسم فی الوجه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده است از زدن در روی، یعنی که کسی با کسی اگر جنگ هم میکند یا فرزندت رو میزنی یا کسی را
وقتی که با اون دعوات میشد، وقتی که میزنی در روی نزن. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی است از زدن در روی. متاسفانه امروز بسیاری از جوانان یا بسیاری از کسانی وقتی که جنگ می شود، اولین اودرش، اولین اون ضربهش در روی مخالفش است که این حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را منع کرده است. و مخصوصا این مسئله در رو زدن در طرفای خودمان، یعنی در تاجیکستان و ازبکستان و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان، این طرفات خیلی مشهور است. اما در عرب ها زدن در روی خیلی کم هستند، زدن در رو خیلی کم هستند، زیرا که این حدیث را شنیدگی هستند و این منع را شنیدگی هستند و احتیاط میکنن از مرتکب گناه شدن، تا اینکه مرتکب گناه نشوند. پس زدن در رو را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند. و عن الوسم فی الوجه، و همچنین از داغ کردن و علامت گذاشتن در روی حیوانات را یا در روی انسان را همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن. وقتی که حیوانت را یا چارپایت را میخواهی یک علامت بگذاری تا اینکه با اون علامت اون چارپایت را بشناسی، پس در رویش اون علامت را نگذار. در روی اون حیوان، در روی اون چارپایی که داری علامت را نگذار، که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده است از این عمل. پس این بود باب منع بودن زدن و عذاب دادن و شکنجه کردن برده و کنیز و همچنین شکنجه کردن چارپا و زدن زن و فرزند به سبب شرعی. اگر زده می شود باید به اندازه ادب باشد. در سوی گذشته بیان کرده بودیم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما یاد می دهد وقتی که زن گناه و معصیت می کند، زن سرکشی که می کند، او را چی طور ما ادبش بدهیم، او را ما چی طور آداب و از اون معصیت پیش راهش را بگیریم. الله در سوره نساء آیت 34 میگوید واللاتی تخافون نشوزهن، و اون زنهای را که میگوید شما میترسید که نافرمانی میکند، معصیت و گناه میکنند، فعظوهن، الله سبحانه و تعالی یاد میدهد که اونها را، اون زنها را ما چخل و چی طور از نافرمانی و از گناه و معصیت باز داریم. الله میگوید اولا فعظوهن، یعنی اون زنها را شما وعظ و نصیحت و پندشان بکنید و با اون زنها خوشرفتاری بکنید و سخنان خوب بگویید و نصیحتشان بکنید. اولین وظیفه این هست. اگر که با این طریق اصلاح نشدن، الله میگوید وهجروهن. درجه دوم وهجروهن فی المضاجع، یعنی که شما میگوید ترک کنید زنها را در خواب، یعنی در جاگه خوابشان، یعنی در بر زنتون خواب نشوید، از بر زنتون دور باشید. اگر که با نصیحت نشد، درجه دوم ترک کردن، همخوابگی کردن با اون زن است، یا در بر اون زن خواب کردن است. دور بیستین تا اینکه اون زن اصلاح شود و از نافرمانی دست بکشد. اگر با این دوم درجه نصیحت و وصیت و با این درجه دوم آداب اصلاح نشدن، الله میگوید وضربوهن، پس شما میگوید اونها را ضربشان کنید، بزنید. اما زدن نه به اندازه که اون را سیاه و کبود بکنی، زدن نه به اندازه که اون را بدنش را بیشکنی، استخوانش را بیشکنی، نه، زدنی به اندازه خودش، زدنی که اون پند بگیرد، نه زدن سیاه و کبود کردن که این حرام و ناجایز می باشد. الله سبحانه و تعالی میگوید فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر که با این سه راه، هر راهش قطعی که شما
اون زن را در اطاعت آوردید، از نافرمانی دورشون کردید، فلا تبغوا علیهن سبیلا، پس برای زدن و ستم کردن بر اون زنها شما از دنبال بهانه نباشید که بهانه بیا بدو باز اون زن رو بزنید. اکنون دور باشید وقتی که زنتون اصلاح می شود. همچنین فرزند وقتی که اصلاح می شود از دنبال شکنجه کردن و عذاب کردن اون نباش، از دنبال بهانه نباش که چی طور اون را شکنجه و عذابش بکنی، زیرا که وقتی اصلاح می شود تو دیگر حق زدن نداری، چه زنت باشد چه فرزندت. اما اگر که به زدن با نصیحت یا با ترک کردن گپ زدن موقتی با اون که گپ نزنید اصلاح شود، نور علی نور. ببینید الله سبحانه و تعالی زدن را در سومین درجه گذاشته است، در سومین درجه تعلیم و تعدیب و آداب دادن گذاشته است، زیرا که زدن آخرین درجه می باشد. اما زدن هم نه با اون طریقی که سیاه و کبود یا استخوانش شکسته شود، زدنی که اون فقط اصلاح شود. پس این بود بابی که امام نووی رحمه الله برای ما و شما آورده است، منع بودن عذاب دادن زن و فرزند و چارپا و کنیز، و این باب به آخر رسید. اکنون باب نو شروع می شود. باب نو باب تحریم التعذیب بالنار فی کل حیوان حتی القملة و نحوها. میگه که باب در مسئله حرام بودن شکنجه کردن و آزار دادن به آتش فی کل حیوان، در هر گونه حیواناتی که باشد، هر حیوانی که باشد، حتی القملتی، حتی شپوش یا مورچه را به آتش عذاب دادن حرام است و نحویها و امثال اون. ببینید حتی مورچه با اون میدگیش یا حتی شپوش کیک با اون میدگیش عذاب دادن به آتش حرام است. یعنی بعضی میگیرن مورچه را در درون آتش میپرتاین، یا بعضی کیک را میگیرن یا شپوش را میابن و میگیرن اون رو در آتش میپرتاین. این حرام و ناجایز میباشد. حتی ببینید خردترین چیز را به آتش عذاب کردن حرام است. حالا این حیوانات بزرگتر را بگذار، اکنون مثلا پیشک و سگ و مرغ و گوسفند و بز و گاو و اینها را حال یک جانب بگذار، فقط خردترین چیز را حتی اسلام منع میکند که به آتش به علاو عذاب داده شود و شکنجه کرده شود. اکنون در حیوانات این طور است. اکنون در آدم چی؟ در انسانیت حرام اندر حرام است. حرام است که انسان را به آتش به علاو عذاب بکنن و شکنجه و آزارش بدهند. این حرام و بسیار سخت حرام می باشد. اکنون امام نووی رحمه الله در زیر این باب نو دو حدیث برای ما و شما تقدیم می کند. اولین حدیثی که در زیر این باب می آرد حدیثی 1608 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1608 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت بعثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعث فقال، میگه که فرستاد ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم به جهاد، پس گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثنا، یعنی در قالب لشکر ما را فرستاد، همچون یک لشکر جهادی میگه ما را فرستاد. فقال، پس میگه ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد و فرمود که این وجدتم فلانا و فلانا، گفت اگر که شما فلانی و فلانی را بیابید، نام دو نفر را گرفت، میگه گفت فلان انسان را اگر یافتید
میگه لرجلین من قریشین، دو مرد قریشی را نامش را گرفت. سماهما یعنی نام برد، نام دو قریشی را گرفت و پس میگه اگر همون دو کس را یافتید فاحرقوهما بالنار. این لشکر جهادی را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان داد که فاحرقوهما بالنار، پس بسوزانید همون دو نفر را به آتش، یعنی همون دو نفر را آتش بزنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد این گروهی لشکری جهادی را. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حين اردنا الخروج، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که ما میگه خواستیم که بیرون ببراییم، وقتی ما خواستیم که ببراییم یا وقتی خواستیم که سفر ببراییم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، گفت که من امر کرده بودم شما را که فلانی و فلانی را بسوزانید. فلانی و فلانی میگه گفتن که من امر کردم شما را که بسوزانید. پس میگه رسول الله گفت که و این النار لا يعذب بها الا الله، پس هر آینه گفت آتش عذاب نمی کند به آتش مگر الله. الله جل جلاله است که بندگانش را به آتش به علاو عذاب می کند. نباید که غیر الله شخص را یا بنده را یا مخلوق را به آتش عذاب بکند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فإن وجدتموهما فاقتلوهما، گفت اگر که آن دو شخصی که نام بر کردم اونها را پیدا کردید و یافتید، پس اون دو نفر را گفت شما بکشید، اون دو نفر را بکشید. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم اول امر کرد که به اون دو نفر را آتش بزنید، بعدا این فرمانش را باز پس گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرمانش را یا این امرش را باز گرفت و گردانید، گفت که نه اونها را آتش نزنید، بلکه گفت هر دو اونها را بکشید، هر دو اونها را بکشید. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده. پس این حدیث دلیل است که عذاب دادن یک شخص به آتش حرام است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اول امر کرد و باز این را منع کرد، گفت که آتشش نزنید، زیرا اینکه عذاب دادن به آتش فقط الله جل جلاله حق دارد و خلاص، غیر از الله جل جلاله کسی دیگر حق ندارد. پس از این حدیث دلیل است برای حرام بودن عذاب دادن به آتش، مگر در یک صورت. عالمان میگویند، بعضی از عالمان میگویند که در یک صورت، در حال قصاصگیری، در حال قصاص، مثلا یک کس را آتش زدگی هست، وقتی قصاص میگیرند باید اون آتش زننده را بکشند، این را میگویند به علاوه آتش زده میشود. بعضی عالمان میگویند فقط در همین صورت میشود که علاوه زد، به آتش عذاب داد، در غیر این جایز نیست. یا اکثر علما میگویند عموما به آتش عذاب دادن جایز و درست نمی باشد. پس این هست حدیث 1608 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1609 کتاب ریاض الصالحین را میآورد، میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1609 کتاب ریاض الصالحین میگوید از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفرین، میگه که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر بودیم. با رسول الله میگه سفر میکردیم، در حال سفر کردن بودیم، در راه بودیم. فانطلق لحاجته، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای قضای حاجتش رفت. در راه میگه قضای حاجتش گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. پس رسول الله میگه برای قضای حاجتش
از نزد ما دور رفت. میگه فرعینا حمرتا معها فرخانی. پس میگه ما دو فرعینا یعنی که ما میگه دیدیم حمره پرنده رو میگوین. پس میگه ما دیدیم پرنده رو که معها فرخانی، یعنی همراه اون پرنده میگه دو چوجه بود. اون پرنده دو تا چوجهش همراهش بود. میگه فاخذنا فرخیها. پس ابن مسعود میگوید که ما دو چوجه اون پرنده رو گرفتیم، یعنی چوجه هاش حالا پریده نمیتوانیست، پس میگه چوجه هاش میگه ما برای خودمان گرفتیم. فجاءت الحمرة فجعلت تعرش. پس میگه اون حمره آمد، پس اون پرنده میگه آمد و فجعلت تعرش، پس میگه در اطراف ما دور میزد، چوک چوک فریاد میکرد و در اطراف ما میگه دور میزد. یعنی که وقتی که چوجه هاش که گرفته بودن و اون پرنده در اطراف اینها دور میزد و فریاد میکرد و چاک چاک میزد. فجاء النبی صلی الله علیه وسلم قال. پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و پس گفت که من فجع هذه بولدها، یعنی گفت که کی آزار داده است، گفت این پرنده را بولدها یعنی با گرفتن فرزندش، با گرفتن چوجهش، یعنی گفت کی این را آزار داده ایستاده است با گرفتن چوجهش. ردوا ولدها الیها. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد که باز پس گردانید چوجهش را، فرزندش را به سویش، یعنی فرزندش رو آزاد کنید برود، همراهی مادرش اون چوجه ها را آزاد کنید برود. و رأى قریة نمل قد حرقناها. میگه باز رسول الله صلی الله علیه وسلم لانه مورچه را دید که میگه ما آتش زده بودیم، یعنی که قریة نمل یعنی لانه مورچه، یعنی که جایی که هلچه مورچه یا که جایی که مورچه ها اون سراخ میکنن تو می درایند می برایند. پس میگه همین طور جا را میگه ما آتش زده بودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را دید و فقال. پس میگه رسول الله گفت که من حرق هذه، گفت کی آتش زده است اینجا را، این مکان را، این لانه مورچه ها را، گفت کی آتش زدگی است. قلنا نحن. ابن مسعود میگه ما گفتم که ما، یعنی ما آتش زدیم. قال. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. گفت شایسته و جایز و روا نمی باشد که عذاب بکند به آتش مگر صاحب آتش، یعنی غیر از الله کسی دیگر، برای کسی دیگر روا و جایز و درست نیست که به آتش به علاو عذاب بکند، شکنجه بکند. این جایز و درست نمی باشد. رواه ابو داوود به اسناد صحیح. ابو داوود این حدیث را با سند صحیح روایت کردگی است. بعد از این امام نووی رحمه الله میگه قریة نملین، یعنی معنای قریة نملین معناه، میگه معنای این کلمه موضع النمل مع النمل، یعنی جای مورچه ها با مورچه ها را میگویند، یعنی که هلچه مورچه که پر از مورچه باشد، یا اون مکانی که مورچه ها سیر و گشت میکنند با مورچه هایشان یک جایه باشد. اگر پس در این صورت علا زدن اون مکان حرام و ناجایز و نادرست می باشد. مورچه ها را علا زدن نادرست است، اما لانه مورچه باشد و مورچه خودش نباشد در این صورت هیچ باکی ندارد. اما خود مورچه ها اگر باشند در این صورت حرام است که اون مورچه ها علا زده شوند و عذاب داده شوند و با آتش کشته شوند. این حرام و ناجایز می باشد. پس این بود دو حدیث درباره حرام بودن عذاب دادن و آزار دادن به آتش هر حیوان را، حتی مورچه و شپوش و به امثال اینها را، حتی این چیزهای خوردم عذاب دادن و شکنجه کردن به آتش
حرام و ناجایز می باشد. این باب به آخر رسید. اکنون باب نو شروع می شود. باب تحریم مطل الغنی بحق طلبه صاحبه، یعنی باب در مسئله حرام بودنی به تأخیر انداختنی بای بحق، یعنی که حق را کی طلبه صاحبه، یعنی درخواست کرده از صاحبش. یعنی یک انسان توانایی دارد که حق یک انسان را بدهد، یک از قرض گرفته است یا مال یک از در نزد این بود، توانایی دارد که اون را حقش را باز دهد. اما صاحب حق نزد این انسان میاد، نزد انسانی که توانایی باز پس دادن را دارد و این انسان نمیدهد، به یگان مانعه یا که به یگان سبب حقی حقدار نمیدهد. این حرام است، این ناجایز است. مثلا شما یک از قرض گرفتگی هستید یا حق یک از در بالای شما هست، وقتی میاد از شما حقش را طلب میکند، قرضش را طلب میکند، شما دارید و نمیدهید، این حرام و این ناجایز است. این حرام میباشد که شما توانایی باز پس گرداندن را دارید و باز پس نمیگردانید حق دیگر کس را. اما اگر توانایی نداشته باشید این دیگر مسئله است. اما توانایی داشته باشی و باز حق اون را ندهی، این حرام می باشد. این هست باب نو. انشاءالله این باب نو را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزهمان. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.